تمام سیاره‌های سیستم آفتابی در داخل سیاره یوپیتر گنجیده می‌توانند. قطر عظمت سرخ ستاره بتلگز از اوربیت حرکت زمین در اطراف آفتاب زیادتر است. دامناکه گرفتن پره آفتاب از 7.5 دقیقه زیادتر نیست. گرفتن پره ماهتاب باشد 104 دقیقه را تشکیل می‌دهد. مسافت تا ستاره نزدیکترین بعد از آفتاب به ما که پروکسیما سنتراو نام دارد 4.124 سال روشنایی را تشکیل می‌دهد، یعنی نور از آن به ما در 4.124 می‌رسد. اگر سیاره زحل یعنی ساتورن را به آب مانید، آن در سطح آب شنا خواهد کرد. زیچه میانه ماده زحل یعنی ساتورن از زیچه آب 2 مرتبه کمتر است. اگر شما استکان مناسبی که قطرش نه کمتر از 60,000 کیلومتر است یابید، این را خود میتوانید سنجید. همه ما آدمان، خانه ها، دریاها و کوه ها پیوسته با سرعت 350 کیلومتر در یک ثانیه در فضا حرکت میکنیم. در داخل گالاکتیکای خود ما با سرعت 225 کیلومتر ثانیه حرکت میکنیم. خود گالاکتیکا در فضا با سرعت 305 کیلومتر ثانیه میتازد. همین طریق حالا که شما این جمله را شنیدید، زمین شما را به مسافت 3000 کیلومتر برد. روشنایی آفتاب که شما میبینید 3000 سال عمر دارد. انرژی که ما از آفتاب میگیریم یادروی آن 30,000 سال پیش تولید شده است. محض همین قدر وقت در کار است که فوتون ها یعنی ذره‌چه های روشنایی از مرکز آفتاب به سطح آن بیرون برآیند. بعد از این آنها به زمین همگی در 8 دقیقه میرسند. حرارت یادروی آفتاب زیاده از 13 میلیون درجه بوده. تمام انرژی تولید شونده آن باید از قبضهای سرشمار به سطح در نمود روشنایی دیگر نورافکنی ها برآید. یکی از نمودارترین مجموعات در فضا دوبی اکبر است. در حقیقت حال آن نه گالاکسی‌ها بلکه استریز می باشد. با این کلمه جمع ستاره های به نظر نمودار را می نامند که از همدیگر در مسافه خیلی دور در قسمت های گوناگون راه کهکشان جایگیر شده اند. ما چنین شکل ها را تنها به شرف جایگیر شوی این مخصوص زمین نسبت به استریزم دیده می توانیم. دوبی اکبر این قسم دیگر گالاکسی‌ها اورسا ماجور یعنی دوبی بزرگ می باشد. از سال 1980 شرکت سفارتخانه ماه بالکل قطعه های زمین را در ماه می فروشد. تا امروز علاقه 7.5% سطح ماه فروخته شده است. نرخ 0.40 سوتیق زمین در ماه $150 ارزش دارد. خریدار سرتیفیکات حقوق به مالکیت و صورت قطعه را که ردیف مصنوعی امریکایی عکاسی نموده است به دست می آورد.